104.5 CVFM. خب برگشتیم به استودیو. با هم دیگه میریم سراغ همکارم علی و اخبار ورزشی که این هفته برامون آماده کرده، ببینیم چی داره. علی جان سلام. با درود و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خب همونطور که میدونید بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2 هفته گذشته شور و نشاط زایدالوصفی بین مردم ایران ایجاد شد. هفته گذشته هم که تیم ملی فوتبال دست به کار بزرگی زد و با صعود مستقیم به جام جهانی برزیل باعث شادی دوچندان مردم شد. اما این هفته هم نوبت به تیم ملی والیبال بود که موجبات شادی چند باره هموطنان رو فراهم بکنه. بله درست شنیدید، تیم ملی والیبال. بازیکنان غیور و توانمند تیم ملی والیبال به همراه مربی ارزشمند و نامدار خودشون یعنی خولیو ولاسکو آرژانتینی پس از قهرمانی در آسیا و برای اولین بار راهی لیگ جهانی والیبال شدند. آوردگاهی بسیار مهم با حضور قدرت‌های برتر والیبال دنیا همچون ایتالیا، روسیه، صربستان، آمریکا، کوبا، هلند و بسیاری از نامداران دیگه. این مسابقات از 3 هفته گذشته و با حضور 18 تیم و در 3 گروه 6 تیمی آغاز شد. تیم ملی ایران که با تیم‌های روسیه، ایتالیا، صربستان، کوبا و آلمان هم گروهه در اولین هفته این مسابقات میهمان تیم قدرتمند روسیه بود. بر اساس برنامه ریزی که توی این مسابقات شده در هر دوره این مسابقات 2 مسابقه و به فاصله 2 روز به میزبانی یک کشور برگزار میشه و بر همین اساس بود که تیم ایران در اولین مسابقه میهمان روسیه بود. خب بازی نزدیک و نفسگیری بود و تیم کشورمون علیرغم باخت 3-0 در مسابقه اول رگه های روشنی از قدرت و سرعت تیمی رو به رخ نایب قهرمان المپیک کشید. در مسابقه دوم که 2 روز بعد و مجددا در همون سالن برگزار شد، تیم ایران موفق شد بازی بهتری رو نسبت به روز اول ارائه بده و این بار با نتیجه 3-1 بازنده مسابقه شد و در واقع موفق شد 1 ست از روسیه بگیره. خب در هفته گذشته و در روزهای جمعه و یکشنبه تیم ایران میزبان تیم صربستان بود. بله، تیم صربستان یعنی قهرمان سال 2012 اروپا. در بازی اول که روز جمعه و در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی برگزار شد، در 2 ست اول تیممون تحت تاثیر نام حریف قرار گرفت و هر 2 ست رو البته با نتیجه خیلی نزدیک واگذار کرد. اما در ست سوم تیممون به خودش اومد و با تغییراتی که مربی تیم اعمال کرد موفق شدیم این ست و همچنین ست 4 رو به نفع خودمون به پایان برسونیم. بازی به ست 5 کشیده شد و علیرغم بازی نزدیک هر دو تیم، این قهرمان اروپا بود که از تجربه بین‌المللی خودش بهتر استفاده کرد و موفق به پیروزی در این ست و در کل بازی شد. البته با اینکه تیم ما در این مسابقه نتیجه رو واگذار کرد، اما بر اساس قوانین فدراسیون جهانی والیبال و با توجه به گرفتن 2 ست از این مسابقه موفق به کسب اولین امتیاز در لیگ جهانی والیبال شد. مسابقه دوم 2 تیم مجددا روز یکشنبه در همون ورزشگاه 12,000 نفری استادیوم آزادی برگزار شد و این دفعه اولین پیروزی تیم ما در این آوردگاه به ارمغان آورده شد. تیم ایران مسابقه رو بسیار با قدرت آغاز کرد و موفق شد ست اول رو به نفع خودش خاتمه بده، اما صربستان در ست‌های دوم و سوم نبض بازی رو در دست گرفت و موفق به پیروزی در این 2 ست شد. بچه‌های غیور ما در ست 4 دست به کار بزرگی زدن و بازی رو به تساوی 2-2 کشوندن و همچون بازی اول همه چیز به ست 5 و پایانی کشیده شد. پیروزی در گیم 5 یعنی پیروزی در این بازی
و به همراه آوردن اعتماد به نفس و تجربه برای تیم ما بود که خوشبختانه این اتفاق خوب رخ داد و تیم ما موفق به کسب اولین پیروزی در مسابقات لیگ جهانی والیبال شد. در حال حاضر در گروه بی این مسابقات، یعنی همون جایی که تیم ما در حال انجام مسابقه است، تیم ایتالیا با 15 امتیاز، روسیه 13، صربستان 10، آلمان 7، تیم کشورمون 3 و کوبا بدون امتیاز در رده‌های اول تا ششم قرار دارند. هفته آینده و در چارچوب همین مسابقات تیم ایران میهمان تیم بسیار قدرتمند ایتالیا خواهد بود. دو مسابقه تیم ما با این تیم روزهای 7 و 9 تیر ماه به ترتیب ساعت 23 و 20:30 دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد. خب امیدواریم صرف نظر از هر نتیجه‌ای که به دست میاد، والیبالیست‌های خوب کشورمون همچون بازی‌های گذشته قدرت تیمی خودشون رو به رخ تیم مقابل بکشن و موفق بشن. اما هفته گذشته قرعه کشی دور 1/4 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا انجام شد و تنها نماینده باقی مونده کشورمون توی این مسابقات یعنی استقلال حریف خودش رو شناخت. بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم استقلال میبایست 2 بازی رفت و برگشت با تیم بوریرام تایلند داشته باشه و در صورت کسب موفقیت در دور نیمه نهایی این مسابقات به مصاف برنده بازی تیم‌های الاهلی عربستان و FC سئول کره جنوبی خواهد رفت. به امید راهیابی تیم استقلال به فینال این مسابقات و کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات پس از 18 سال توسط یک تیم ایرانی. اما همونطور که میدونید قرعه کشی دوره 13 مسابقات لیگ برتر ایران روز 8 تیر در فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد و تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات از نام رقبا و تاریخ و محل برگزاری مسابقات خودشون مطلع خواهند شد. فصل نقل و انتقالات بازیکنان هم تا پایان روز 15 تیر ماه تمدید شده و اینطور که به نظر میرسه انتقالات جنجالی زیادی در این هفته به وقوع پیوسته. از پیوستن 2 مهاجم سابق تیم پرسپولیس یعنی قاضی و انصاریفر به استقلال و همچنین احتمال پیوستن هافبک جنجالی و همیشه معترض استقلال یعنی مجتبی جباری به تیم پرسپولیس و همچنین پیوستن علی کریمی هافبک خلاق و نام آشنای تیم ملی ایران و پرسپولیس بعد از اون همه کش و قوس‌های فراوان به تیم تراکتورسازی تبریز بوده. در هر حال امیدواریم علیرغم همه این اتفاقات و حاشیه‌های غیر معمول فوتبال جهان امسال شاهد لیگ پویا و عالی باشیم، چون این تیم در واقع این لیگ میتونه زمینه ساز حضور یک تیم قدرتمند ملی در جام جهانی برزیل باشه. اما کامیاب جان، قبل از اینکه من اخبار سایر کشورها رو بگم، خواهشم اینه که یه نگاه تو آرشیوت بکن ببین آهنگ چکاوک داریوش رو داری. من میخوام این آهنگ رو تقدیم کنم به دوستان عزیزم در ایران، بابک، کاوه و آرمان عزیز. آره حتما علی جان، این آهنگ رو اتفاقا بله این آهنگ رو داریم. میریم با هم به آهنگ چکاوک از داریوش گوش بکنیم به درخواست علی عزیز از میدلزبرو، تقدیم به بابک، آرمان و کاوه. کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم، پشت کدوم سد سکوت
پر میکشی چکاوکم، چرا به من شک میکنی؟ من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. دست کدوم غزل بدم، نبض دل عاشقمو پشت کدوم بهانه باز پنهان کنم غمو. گریه نمی کنم نرو، آه نمی کشم بشین، حرف نمی زنم بمون، باز نمی کنم ببین. ترک نکن منو نرو، نبودنت مرگ منه، راهی این سفر نشو، نذار که عشق من و تو اینجا به آخر برسه، بری تو و مرگ من رفتن تو سر برسه. گریه نمی کنم نرو، آه نمی کشم بشین، حرف نمی زنم بمون، باز نمی کنم ببین. نوازشم کنم ببین، عشق میریزم از صدام کنم ببین که باز غنچه میدن ترانه ها. اگرچه من به چشم تو کمم، قدیمیم گمم، آتش فشان عشقمو دریای پر طلا و تومن. گریه نمی کنم نرو، آه نمی کشم بشین، حرف نمی زنم بمون، باز نمی کنم ببین.